سلام به استودیوی غزال، خیلی خوش اومدید. یه سوالی که همیشه ازم پرسیده میشه اینه که برای کار با پاستل روغنی چه کاغذی مناسب؟ و خب واقعا گیج کننده است، چون گزینه‌های زیادی وجود داره، مثل کاغذ آبرنگ، کاغذهای معمولی، مقواهای فابریانو و اشتنباخ و بوم و امثالش. ولی نگران نباشید، توی این ویدیو میخوام با خود پاستل ها روی چند تا سطح مختلف تست بزنیم و بافت و واکنش های مختلف به هر سطحی رو با هم ببینیم. این نکته مهم رو هم اشاره کنم که کاغذ مناسب میتونه معمولی ترین پاستل ها رو هم خوب جلوه بده. پس اگه نتیجه کارا تا به الان اونجوری که تو مد نظرت در نیامده، شاید وقتش باشه که سطح مناسب کار خودت رو پیدا کنی. خب بدون هیچ معطلی بریم که با هم شروع کنیم. اول از همه میخوام با کاغذ معمولی که دم دست هممون هست آچار شروع کنم. برای اینکه با هر کاغذی کار کنید اونو مستقیم رو میز نذارید، چون که بافت میز روش تاثیر میذاره. یه دفتر یه چیزی زیرش بذارید. من برای تست این کاغذها سعی میکنم یه طرحی بکشم مشابه، مثلا یه گل روی همه این کاغذها، که شما تاثیر بافتش و اینکه لایه ها رو هم میاد چه جوری میشه، اصلا چه جوری بلند میشه، اینا رو بتونید ببینید. و مطمئن باشید اگه تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید به اون مرحله میرسید که با دیدن هر مقوا یا کاغذی و بافتش بتونید تشخیص بدید که کدوم یکی از این کاغذها به کار شما میاد. من اینجا دارم از پاستل روغنی پنتل که پاستل معمولی استفاده میکنم، یعنی جزء رده پاستلای معمولی و نرمال، جزء سافت پاستل محسوب نمیشه. و همونجوری که میبینید روی کاغذ معمولی یه حالت لیزی پیدا میکنه، رنگ ها لیز میخوره و من میخوام بهش یه سایه بدم و دوباره بلندش کنم. همونجوری که میبینید و مشخصه به خوبی بلند نمیشه، رنگ ها چون جذبش نمیشن و سر میخورن و به طور کلی شاید بتونه یه حالت کودکانه‌ای به کار بده، نه حرفه‌ای. همونجور که گفتم رنگ ها میماسه و حالت خوبی پیدا نمیکنه روی کاغذ. حالا بریم سر کاغذ آبرنگ. کاغذ آبرنگ یه بافت جالبی داره که رنگ خوب روش میشینه، چیزی که کاغذ معمولی نداره. همونجوری که میبینید به این صورت رنگ رو به خوبی رو خودش داره جذب میکنه. برای سایه زدنم اصلا سر نمیخوره و واقعا کار روش لذت بخشه. قشنگ هر چند لایه‌ای که میخوام میتونم روش بیام و به خوبی جذبش میکنه و این نکته جالبیه. بلند کاغذ آبرنگ با دست ببینیم چطوره. خوبه، واقعا مورد تاییده، نه ماسید و همین که خوب با هم ترکیب شد. بریم سر دو تا کاغذ معروف به اسم اشتنباخ و فابریانو. اول از همه بگم که اگه راستشو بخواین دوتای اینا توی خانواده‌ان و تنها فرقشون اینه که برندهای متفاوتی هن. مثلا اگه اشتباه نکنم اشتنباخ یه برند آلمانیه و فابریانو یه برند ایتالیایی که مقواهایی برای طراحی و نقاشی تو ضخامت‌ها و بافت‌های مختلف ایجاد میکنن. من یکم نور رو کم کردم تا بتونم این کاغذ فابریانو رو بهتون نشون بدم که بافتش چطوریه. البته دو سمته، این سمت صاف و صیقلیه و هیچ بافتی نداره و اون یکی سمت یه حالت ناهماهنگی، بافتای ناهماهنگ و بزرگ و درشتی داره.
و مقوای اشتنباخ هم رنگ کاهیشو خریدم، میبینید که رنگ سفید، که یه بافت نه خیلی صاف و صیقلیه نه خیلی اینجوری درشته. حالا روی هر دوتاشو کار میکنم که نتیجه کار شما ببینید. همونطور که میبینید روی مقوای فابریانو قسمت بافت بزرگش یه همچین حالتی به نقاشی میده که من فشار دستمو تقریبا زیاد گرفتم. رنگ اونجور که میخوام روش جذب نمیشه و میشه گفت خیلی رنگ استفاده میکنی. پاستلت خیلی مصرف میشه اگه بخوای روی همچین بافت درشتی کار کنی. قسمت سایه زدنم خیلی تعریفی نیست و یه حالت خشکی داره، خشک و تیکه تیکه. برای همین برای کار با پاستل روغنی بافت درشت هر کاغذی پیشنهاد نمیشه واقعا، مگر اینکه بخواید تکنیک خاصی رو امتحان کنید که حالا خیلی جالبه. من رو همین کاغذ یه نقاشی خیلی بزرگ کشیدم. الان اون نقاشی رو بهتون دقیقا رو همین کاغذ نشون میدم. این نقاشیه که من رو فابریانوی بافت درشت کشیدم. همونجوری که میبینید یه همچین حالتی به نقاشیم داد. خیلی سخت بود کار روش چون اصلا بلند نمیشد رنگ ها، ولی در نتیجه یک همچین نقاشی بهم تحویل داد. حالا بریم روی کاغذ اشتنباخمون که بافت لطیف و ریزی داره. خب من اول میتونم متوجه بشم که رنگ رو نسبت به فابریانو بهتر داره جذب میکنه و حالت لطیف تری داره به نقاشی میده. ترکیب رنگ رو ببینم، اینم خوبه، بد نیست. نسبت به کاغذ آبرنگ یه حال لطیف تری داره چون که بافتش ریزتره، ولی جالبه که همزمان جذب رنگ جالبی داره. البته هنوزم یه حالت سرمانندی داره، وقتی لایه های بیشتری رو میخوام بیارم رو کار سر میخوره. بلندش با دست. خوبه نسبت به کاغذ معمولی، ولی همچنان من به کاغذ آبرنگ رتبه بهتر میدم، ولی اینم خوبه. یه حالت خوبی بلند شد، یه کوچولو شاید لیز خورد. یه نقاشی دیگه روی کاغذ اشتنباخ با بافت نرم بود که یه همچین نتیجه ای داد. حالا بریم سراغ کاغذهای مورد علاقه خودم که در از دفتر هستن، دفتر اسکچ بوکی که توی بازار هست. همونجوری که میبینید گرمش هم نوشته 125 گرم. این سایز آسه هستش و دقیقا روی این قسمت هم نوشته که میتونیم با اویل یا سافت پاستل و انواع اقسام مدیوم های دیگه میتونیم روش استفاده کنیم. داخلش هم یه همچین کاغذیه هم بالا که تیر است، کاغذ کرافت تیر است. مدل های دیگه یه دفتر اسکچ بوک که دفتر طراحی که تو بازار هست عموما یه حالت کرافت و کاهی دارن. مثلا این دفتری که من بیشتر کارهای یوتیوبمون اتفاقا رو همین انجام میدم، نمیدید یه حالت کاهی داره و یه بافت لطیف و نرم. یعنی بهترین کاغذی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم که اصلا بدون که اسمی بدونید، با دیدن بتونید تشخیص بدید، اینه که کاغذ یه بافت خیلی نرم داشته باشه و لیز هم نباشه، یه صدای این شکلی بده. اگه میخواید اثرتون موندگار باشه و در طولانی مدت آسیب نبینه، زرد نشه، حتما به این دقت کنید که کاغذی که انتخاب میکنید اسید فری باشه که باعث زرد شدن کار نشه. حالا خیلی جالبه، من اولین کارهای پاستل روغنیمو توی این دفتر که اینم در اصل یه اسکچ بوکه، کاغذاش هم دقیقا همین شکلی کاهیه، شروع کردم
و از این نقاشی ها فکر کنم حدودا 7 سال 8 سالی میگذره و همونجور که میبینید نه زرد شده و حتی من از فیکساتور هم استفاده نکردم و به خوبی مونده. چه اتفاقی هم براشون نیفتاده. جمع‌بندی کلی بکنیم و ویدیو رو تموم کنیم. کاغذ آبرنگ جواب خوبی پس داد، من بهش رتبه اولو میدم. کاغذ اشتنباخ با بافت یا هر کاغذی که بافت لطیف و ریزی داره جواب خوبی پس میده، مخصوصا اگه دستتون رو میکشید و سر نمیخوره. و بعد کاغذ فابریانو طرحدار یا هر کاغذی که بافت درشتی داره پیشنهاد نمیشه، ولی اینطوری نیست که نشه روش نقاشی کشید. کاغذ معمولی که خب پیشنهاد نمیشه روش کار انجام بدید، برای تست رنگ خوبه. پیشنهاد شخص من اسکچ بوک ها هستن، همینایی که کاغذهای کرافت و کاهیتور دارن و همونجوری که میبینید نتیجه کار هم رضایت بخشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که منو با لایک، کامنت و سابسکرایب حمایت کنید و نظرات و سوالاتتون هم حتما برام بنویسید. دوستتون دارم. تا بعد.